آقا سلام، میخوایم بریم بالا حامد اذیت بکنیم، بگیم که من سری قبل که اومدم خونت انگشترمو جا گذاشتم خونت و الان اینجاست و روم نمیشه که بهت بگم، میخوام بیام ازت بگیرم. ترس کوچیکی تو وجودش بندازیم. داستان باحالیه، بیاید. مثل همیشه فیلم بردار داستان هستم. کلی قراره قاطی کنیم سرشو. آره آجی بشینید بریز رو من روش قاطی کنم. این چیه زدی بالا؟ داغون ها. زشته آجی حواسم نبود. سلام قربون شما بفرم بایشتون بفرم آقا نه تنها بفرم آقا میشه شما الان تو خوششو فردشو بفرم قربون شما بفرم عزیز دلی قربون ما عزیز وزیره از بچه ها از شما رفته کنم عداد شما عزیز توی این سلامتی خواه شما دور سر ماجه خوبی؟ خیلی خوش اومد عزیز دلی من والا رفته بود تا اصولی بزرگی داشت رفته گوهرده شهر یاده عزیز دل من خوبی این سلامتی خیلی خوش اومد بعدش بشید تو جون شما خدا رو شکر بد نیستیه داشتیم حالا چند قسمت بشه کار زد میکنیم چند روزی بود که سلام شد آره خدا رو شکر به لطف شما و دعای شما شما خوبی این سلامتی من نوکرت کم پیدایین دیگه ما رو ضربه نمیگیره خودم این بزرگ من نوکرت خدا شما چش بره میتونه تمرینات تا سلامت بشه میگذره خدا رو شکر انشالله یه تایمی خالی کنیم با هم دیگه تمرین کنیم یه کار خفنی رو بریم جلو یه تئاتر بی‌نظیر به یاد قدیم ما بچه‌ها تئاتر میگفتن تا حامد بیاریم جمعی خاطرات سنگینی با هم داشتیم یادش میشه هر کسی ندونه جمعی میدونه آره یه داستانه داشتیم یه تئاتر بزنن حقیقتش حالا دیگه مشکل مالی و اینا ببینی مثلا کار میکنی 6 ماه 7 ماه یه سال بعد پاسپورت نداره دیگه از لحاظ مالی اذیتت میکنه حالا بچه هم دیگه مثلا میبینی طرف از کارش میزنه این میره قرض میکنه اون میره مام برداره میاد موقع اجرا میشه آقا کرونا نمیدونم فلان قهرمان اینجوری شده کنسل میکنن پولا میمونه الان با خدای واقعی تو تئاتر هم آره غلامی دوستان خود شما که استادی دیگه من نوکرم تئاتر هم خیلی زحمت داره یعنی بیش از حد زحمت باید بکشی خیلی سخت جالبی کار اینه که واسه هنر باید پول پرداخت بشه واسه تولید محتوا ما تونستیم توی رسانه به نام اینستاگرام پول در بیاریم ولی از ما مالیات میخواد به ما هیچ کمکی نکردن برای سرگرم کردن مردم ما خودمون مردم رو سرگرم کردیم و خیلی جالب و خنده‌داره که بهتون بدن یه چیزی باید به ما بدن که هیچ نمیدن میگن که آقا شما درآمد داریم باید به ما پول بدید ولی تئاتر این نیست تئاتر دلیه واقعا از جیب باید مایه بذاریم اون خاک صحنه خوردن واقعیه انشالله حتما توی این یکی دو ماه سنم یکم خلوت بشه یه دونه تیم خفن شما بچینید ما هم کنار گوشه‌های آبدارچی بازی به خدای درخت یه چیزی به ما بدید نقش شما عشق می‌کنه عزیز داشت من مخلص نه تو رو خدا دست در نکنم من ناخونامو گرفتم بزنونش بزن ناخوناش یه اسمورتو بزن همه بزنونش همین که آقاش بزن یه چه خبر اوکی فردا پیشم قربون سلامتی مخلص چه خبری؟ من نوکرم چیزی بخواه بگی؟ نه میگم آقا مرتضی پایین بودیم حالا داشتیم حرف می‌زدیم ما هم یه چیز بزنی؟ پیش بزنیم داداش بزنیم الان داشتیم با محمد بازی میکردم گفتم دسته یک شما باشه دست چیزه نه خرابه نیست یه دقیقه شارژر داشت بکش بیار اینجا از جشتن چیزا من برای چی اینجا دیدت نباشه
کردم این که دست شما این دست من بفهم این خدمت شما این دست فرامونم میگم این ساعت موهات بخواید مثلا مالی اینا رو چیز کنیم الان یه ذرم تو مزیقه این ما به نظر چیکار میشه تو؟ آج مثلا چیز بودجه کم داریم؟ چرا؟ من والا خودم یه چیز داشتم حالا مشکل اینا بود اجرا اینا بود بعد قرار بود دیگه دیدم آقا اوکی نمیشه یه چیزه یه انگشتری داشتم اون رو دیگه تصمیم گرفتم اون رو بپوشم حقیقتا نه فروش تو شما نه حالا چیز نباشه من مخلصم اصلا بحث اون نیه خواستم مثلا کلی بگم بعد دیگه حالا نمیدونم لامصب همین چند روز پیشم دستم بودا تو همین چند روزی دیده که بودم تو دست بود آره انگشتر بودم خیلی خوشم طلا ژاپنی بود اصلا آره طلا ژاپنی هم 24 ایار خب فروختیش نه آجی اصلا نمیدونم چی شد حالا نمیدونم سر تعمون 3 شب پیش بود اومدم دیگه پیش تو. آره آخر شبم همونجا دیدم دست آره بعد دیگه حالا ببخشید تو قرآن حالا نه و این حرف چرا راحت بچا شرمنده پول میخوای نه دورت بگردم نه به خدا اصلا اون شب که اومدیم اینجا حالا داشتیم بحث همین صحبت تئاتر اینا رو باید میکردن من حالا نمیدونم اینجا بچه هم بودن محمد هم بود رفتم سرویس اومدم انگشتر اینا رو در آوردم گذاشتم اینجا بعد دیگه رفتم خونه دیگه دیر وقتم بود 3-4 بود رسیدم خونه دیگه اصلا یادم نبود که آقا مثلا انگشتر رو اینا خوابیدم فرداشم تمرین داشتیم یادم نبود دیگه غروبش من تصمیم گرفتم که آقا دیدم هیچ راهی نداره به خاطر پول و اینا مثلا من بتونم این کسی بگیرم گفتم آقا چیکار کنم چیکار نکنم دیگه رسیدم آقا گفتم آقا اینو میفروشم میزنم به کار حالا از تماشاگر اینا در میاریم حاجی زمین و آسمون رو از این رود کردم نبود دیگه چرا؟ گم کردیش؟ گم دیگه آخرش والا میگم روم نمیشه آخر شرمنده ها نه راحت به چی؟ من کجا گم کرده داشت؟ همون شب که اومدیم اینجا من در آوردم انگشتر رو رفتم سرویس بیام بعد اون دیگه من ندیدمش حالا من نوکرتم اصلا منظورم نیست خدا وکیلی یا چیزی چی شد؟ یعنی اینجا گذاشتی رفتی؟ نه نمیگم که مثلا چیز گفتم حالا من خودم می‌خواستم به محمدم پیام بدم بهش بگم مثلا شاید اینجا مونده لای دست و پای چیزی حالا زیر مبلی چیزی افتاده باشه بعد دیگه مرتضی گفتش من رفتم با بچه صحبت کردم ندیدن و اینا منم حقیقتا فقط همونو داشتم یعنی می‌خواستم دنبال این بودم که اونو بفروشم و بزنم به کار آره بنده خدا تنها دلخوشیش همون انگشتر بود من متوجه نشدم الان یعنی اون روز که شما رفتی سرویس بهتاش اینجا برگشتی دیدی انگشتر نیست خب چرا اون روز نه اون لحظه نگفتی به ما که من والا حقیقتش فرداش دیگه میگم من رفتم سر تمرین دیگه فرصت نشد غروبش هم فهمیدم دیگه روم نشد حقیقتا حالا میگم بیادبی نباشه اصلا منظورم شما نیستی یا حالا مثلا یه موقع شاید افتاده باشه اینجا مرتضی میگفت نگاه کردم با بچه‌ها نبوده با آمدی هم گفته بود زنگ زده گفته اون روز دقیقاً کیا اینجا بودیم ما کسی نبود من بودم آقا مهدی بود شما بودی محمد بود امیرعلی همین بچهای خودتون بودن دیگه این کسی دیگه ای نبودش که همین جان بیادبی اصلا توی خونه این اتفاقا نمیفته شاید چون اینجا چیزی پیدا بشه اصلا چیزی مشخصه شاید جای دیگه بود اصلا پر کردی حالا همون منم اصلا میگم مرتضی هم گفت زنگ زده بود به آمدی گفته بود آخه گفتنش هم خوب نیازی بی خیال نه بگو آقا من اصلا فکرم خراب نه بی خیال اصلا من خودم اصلا بهش فکر میکنم گفتنش اوکی نه داداش اصلا تو نگی رفیق من نیستی تو باید بگی اگه با من راحتی حرف تو بزن نه اوکی آقا لطفا خواهش میکنم ازت آخه مرتضی زنگ زده به آقا مهدی گفته که آقا اینجوری مثلا انگشتر اینجا مونده بوده اونجا اینا روش نشده باید زنگ بزنه بعد گفته که آقا اینجوری بوده رینگش فلان بوده و اینا آدرسشو داده گفته بود من تو دست حامد دیدم و اینا آقا حامد 25 تا انگشتر داره کجا یعنی چی مهدی داداش من گفته که دست من دیده من میگم من به خدا اصلا نه جان من نه یه چیز بگم جون نمیگه دست من آقا حرف من تموم شد نشونهایی که دادیم همون یه مرتضی در جریان دیگه اصلا منم نشیدم مرتضی خودش زنگ زد من بهش گفتم آقا من حقیقت روم نمیشه بگم آقا مهدی جون من یه لحظه الان داداشه من یه الان زنگ بزنم
دیگه من نوکر داداش اصلا ماها تو من باید پیدا آقا کنم. اصلا بحث اینا نیست. الان آمدی خوب اوکی نیستش میگی که رفته بیرون الان الان یعنی تو داری میگی تو دست منه انگشتر شما؟ من نوکرتم. من اصلا بزرگی من حرفت اینه دیگه الان من نوکر چیزی شما. نمیگم که من میگم مرتضی زنگ زده به آقا مهدی. آقا مهدی هم همینی گفته. من فقط حرف اون رو دارم میگم. اصلا خود من که چیزی من نه دست شما دیدم نه اصلا همین تو رفیق چندین ساله منه یعنی چی نه الان از کسی که میشینه میخوام زیر گوش یعنی من دستم کجه. نه حرفت درسته. اصلا من چیزی نمیگم که من نمیگم شما آقا کاری کردی که. یعنی شما به شما چی گفت؟ تو بگو. حامدی زنگ زدیم حامدی اینجور سبک انگشتری با این نشونه اینجا جا مونده گفت اینجور چیزی من دست حامد دیدم. بابا حامد از هر انگشتر چند تا داره واسه کلیپاش. فرق میکنه. از هر مدل چند تا داره شاید شبیه بوده. نه حالا جسارت میگم من جسارت نمیکنم. اونجوری که حرف زدیم آخه حامدم تله ژاپنی می‌بینی مثلا اون طرحی که ما داریم مثلا صحبت کردیم اصلا چی اونجوری نبود. بعد میگم حتی مرتضی میگه حالا بازم میگم من بازم شرمنده میگم حتی انداخته بود تو انگوش کوچیکش چون سایزش چیز بود کوچیک بود و اینا انداخته بود تو انگوش کوچیکش کنارمون. اینا میشه دیگه شاید اشتباه بین انگشترات ورزشی یه نفهمیدم. دورم میزم نگاه کنیم اونجا. بشین الان میاد بشین. بشین من داداش کله کشمو گشت دادم شاید یکی اشتباهی برداشته باشه بذار اونجا هیچ رو پیدا نکردم. درسته. اگه اجازه بدی الان به آقا مهدی من زنگ بزنم. نه آقا مهدی هم میگم اصلا بحث به خدا بحث آقا مهدی اصلا نیست. اونم بنده خدا در جریان نبوده که. حالا من میدونم داداش این باید این الان حل بشه اصلا انگشتر شما انگشتر من فرق نمیکنه. ما هم الان از صبح مرتضی میدونه یعنی هزار جور من کلنجار رفتم آخر سر مرتضی گفت بریم بشینیم هم آمد ببینیم هم صحبتی کنیم هم که آواز اون انگشتری که من پرسیدم گفتم این چیه گفتی رو میز جا مونده بود واسه امینه. انگشتر چی شد چیکارش کردی؟ مرتضی حالت خوبه ناموسم؟ این انگشتر منه. این همیشه من انگشتر 20 انگشتر این انگشتر انداخته بودی فرق می‌کرد دوباره گفتم از کجا داداش این انگشتر منه دستبند منه چی میگی تو؟ رو میز جا مونده بود هزیون میگی چرا میگی شوخی گرفته چونی مالش گم شده میگی دیشب بهم گفتی پریشب کی گفته من واسه امین رو میز جا مونده. حالت خوبه جون مادره؟ داشتی حرفی که خودت زدی دیگه. مثلا همچین داستانی نبود چی با یکی دیگه من اشتباه گرفتی؟ حالا آقا الان تو دهن من داری حرف میزنی تو؟ حرف نمیزنم حرف جلوی این آقا خود به من زدی رو دارم میگم. آقا مرتضی حالا شده دیگه حالا چی شده آخه تو میگی شده؟ داش حامد حالا شده آقا برداشتی دیگه حالا بی خیال. من برداشتم؟ حالا شما برداشتی حالا هر کی برداشتی شده حالا آقا اتفاقات ول کن آقا الان مگه نمیگی مهدی گفته؟ آقا به مهدی گفتن نیست دیگه آقا دیده دستت منو دوست داری میکنی همین خجالت آقا میگم انگشتر زیاد داری شاید برداشتی بین حواست نبود. من رفتم همه رو نگاه کردم بچه جان چی میگی تو؟ حالا تو جیبت من 50 تا انگشترم داشته باشم دست مال کسی میزنم مگه؟ آقا حامد حالا این تو جیبم چه گویی میخوره تو جیب من اشتباهی؟ من پا داره میره تو جیب من شاید تو اینطوری واسه چی میخندی؟ به حرفات خندم میگیره. اون روز خودت گفتی داشت گفتی مرتضی این انگشتر مرتضی درست داری میری تو نخای من ها. من کی این حرفو تو فراموش کردی؟ فراموش تو دشمن من میداری من خراب می‌کنی. چی من دیدم گفتم ما رفت خودت نداری. تو بیخود میکنی الکی میگی من چیزی دیدم. مرتضی بلبل زبونی نکنی ها. دستو بده دست. هر میذاری تو دهن مردم واسه چی میخندی؟ با تو هم واسه چی میخندی من دوست میکنی جلو رفیق منو خراب میکنی من تو دست انگشت حامد دیدم بلند زشتی خجالت با دست صحبت کنی خود میفهمی ها. آقا شده وا میکنه آقا حامد داداش من حالا میشه تو ببند حامد جان
همین خیلی از شما ممنونم به خاطر این هر کی اومدی داداش بیدیا گفتی که من دزدم دم شما یا مرسی. آقا زبان والا من این حرفو ما نزدم. دزدت نکرد جفتشون اشتباه یه لحظه برداشتی. امیرعلی داداش ببخشید شرمنده آقا مرتضی محمد جان یه لحظه ببین من دارم اینو میگم آقا من اصلا نمیخواستم بگم خب همه چیزو گفتی دیگه برگشت چی میگی؟ من برداشتم داداش از صبح بابا این الان الکی داره میگه من اینو میشناسم دیگه زنگ بزن 110 بیاد اینجا تکلیف ما آقا دیده اون حرمت اون نمک میدونه چی آقا دیده من میگم آقا گذاشتی دست حالا خوشت اومده هر چی بوده داداش نازش هستت بگو آقا برداشتم من چیزی نمیگم که آقا همه چی میگی یعنی چی تو برداشتی بگو نازش هست من چیزی بابا تو چی میگی مثلا بابا یه دقیقه وایسا دیگه هی حرفت بشی سر جا تو آقا جان من ساکت یه لحظه ساکت شو میشستم میگیره نمیدونم چیکار کنه آب میبره باشه جون من بابا بشین یه دقیقه داشته اون جرأت دارم یه دقیقه بشین جان من یه دقیقه بشین بابا نرین تو اعصابم بشین یه دقیقه الان یعنی چی الان داریم شوخی میکنیم با من آقا من میگم حامد جان یه لحظه وایسا من میگم آقا برداشتی نازش هست آقا اصلا اون که هیچی کل زندگی ما واسه توئه من دارم میگم من چون آدمی شناختی اصلا جان من آقا من نمیگم که آقا داداشت دیده گفته مرتضی رفیق چند سالت گفته آقا این آدم هم سفرت گفته دیده گفته امیرعلی دیده یکیشون اگه میگفت ندیدم نگفتم میگفتیم آره دیدن نداشت دیگه حالا چیزی که شده منم الان اینو میگم آقا شده برداشتی مبارکت باشه منو قبول نمیکنم نه بحث قبول کردن برداشتم مبارکم باشه همین قولا شاید پرویی تو واقعا خیلی بابا ساکت شو دیگه یه دقیقه داره بشین بینیم بابا وایسا همه یه لحظه وایسا بابا وایسا آقا جونم بابا دوربین مخفی جان من داداش نگاه مثل همیشه فیلم برداره جان داداش نگاه کن انگشتر بیارش بابا این انگشتر آمه نوکرتم بابا من مخلصتم آقا من انگشتر که ایشون چون داره واقعا قلبش میزنه ببینم یه دقیقه به قلبت من ببینم قلب میزنه دیگه قلب نزنه خطرناکه قلب اینطوری داغ کرده خب واقعا داره خجالت میکشه بابا دوربین ناموسن دلت دریا خفه شو یعنی من جای تو بودم میبینم خودمو میکشتم دیوار بودم کله خودم دمت جمع واقعا دمت جمع نه دمت گرم حسام یعنی فروتنی تو اینجوریه چقدر دنده بدی که به صحبت مثل همیشه فیلم بردارم آقا دمت گرم آمد بس خدا یه ذره چیز شد میدونم ولی یه جا منم داشت مینداخت آقا خوب پاسیز دیدی پام گیر کرد به اینا یکم به سلامتی آب یه هزار تلافی کنم یه نمیدونم یه کوچولو گفتم آجو نگاه کنم گفتم امیر اومده من یه نگاه میشه تلافی کردم نه بچه‌ها گفتن که آقا حامد خیلی سلامای حرکت ها زده بعد دیگه از این منور برنامه‌ریزی کردن که امشب یه همچین حرکتی بزنیم یه ذره آقا یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی که من زندگی داشتم اذیت کردن حامد. تو حالت عادی نمیشه حامد اینقدر اذیت کنه. حامد ببین دیگه هیچ وقت ببین همه ما رو یه بلای سرمون آوردی خب داریم تلافی میکنیم خیلی هم داریم تلافی میکنیم اینی تلافی میکنیم که اصلا متوجه این فصل تلافی فصل پاییز فصل تلافیه میدونی بعد ببین میدونی چی شد تو فکر کن مثلا بحث مالی کنیم حامد قشنگش گور میگیره از خجالتش داشت میاد بیرون کاری نشد بعد فرار میشه بعد یه ذره مثلا چیز کردی که روش هم نمیشد به من بگی سلام آقا چی بده اینا آقا غریبه بودی ببین چک و لغت انداخته بودی از خجالت رفت بدترین چیز واقعا همین افترا گفتن و تهمت زدن من خیلی بدم میاد خیلی مخلصم دمتون گرم بچه‌ها دمتون گرم بچه‌ها لایک سابسکرایب یادتون نره دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید لعنتون سرویس ریدم به خودم ترسیدم فیلم بردارم گفتم